برادر و خواهر عزیز، پیش از آن که آبروی کسی را میریزانی یا کسی را غیبت میکنی، کسی را میزنی یا به کسی تهمت و یا مال کسی را بناحق میگیری یا خون کسی را میریزانی یا دیگر حقوق بندگان را تلف میدهی، به این حدیث گوهرباری پیامبری خدا صلی الله علیه و سلم خوب گوش انداز و پیش از آن که در روز قیامت از تمام نیکی هایت محروم شوی و داخل دوزخ شوی، از حقوق بندگان بپرهیز و در همین دنیا حقت را حلال کن، ورنه پشیمانی هیچ سودی ندارد. از حضرت ابو هریره رضی الله عنه روایت است که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند: آیا میدانید که مفلس کیست؟ گفتند: مفلس در میان ما کسی است که درهم و متاعی ندارد، یعنی بیچاره است و چیزی ندارد. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند: مفلس در میان امت من کسی است که روز قیامت با روزه و نماز و زکات می آید، در حالی که یکی را دشنام داده و دیگری را به کار زشت تهمت زده است، مال کسی را خورده و خون کسی را بناحق ریخته و دیگری را زده است. پس نیکی های این را به آنها داده می شود. اگر نیکی هایش قبل از ادای حقوق تمام شود، از گناهانشان گرفته به دوش این شخص نهاده می شود و سپس به آتش جهنم افکنده می شود. روایت مسلم و ترمذی. پس برادر و خواهر عزیز، پیش از آن که در روز قیامت مفلس شوی و داخل دوزخ شوی، به هوش باش، از پایمال کردن حقوق دیگران بپرهیز، از غیبت مردم، ریزاندن خون و آبروی آنها، خوردن مال و ظلم و ستم به آنها، خلاصه از هر حقی که به مردم تعلق دارد سخت بپرهیز، ورنه پشیمانی در آن روز هیچ سودی ندارد، چون که خداوند حقوق بندگان را تا خود آنها نبخشند هرگز نمی بخشد. به هوش باش ای برادر و خواهر عزیز. والسلام علی من اتبع الهدى. نظر کردم به گورستان کم و بیش، بدیدم حال ثروتمند و درویش، بدیدم حال ثروتمند و درویش. نه درویشی به خاکی بی کفن ماند، نه ثروتمند برد از یک کفن بیش، نه ثروتمند برد